رفیق گلم، یه چیزی میخوام بهت بگم که اگه متوجه بشی شاید نصف قصه های زندگیت کمتر شه. همه چیزو به خودت نگیر. اگه یکی جواب سلامتو نداد، فوری ذهنت شروع نکنه داستان ساختن که احتمالاً از من ناراحته، احتمالاً ازم بدش اومده، حتما یه کاری کردم. یا اینکه اگه یکی پیامتو دیر جواب داد، فکر نکن که ممکنه دیگه برات ارزشی قائل نیست. یکی با اخم ممکنه از کنارت رد شه، ممکنه با خودت بگی حتما من باعثش شدم. آخه قربونت برم عزیز دلم، واقعا از کجا اینقدر مطمئنی؟ شاید اون بیچاره دیشب تا صبح از نگرانی نخوابیده باشه. شاید حال خودش یا یکی از عزیزاش خوب نیست. شاید مشکل مالی داره. شاید 1000 تا فکر تو سرشه که اصلا متوجه تو نشده. آخه ما آدما یه عادت خیلی بد داریم که خیلی بی صدا آرامشمون رو ازمون میگیره. اینه که ذهنمون جای خالی رو با بدترین احتمالا پر میکنه، اونم معمولا علیه خودمون. قربونت برم. در حالی که واقعیت اینه که بیشتر مردم اونقدر درگیر زندگی، نگرانی ها و مشکلات خودشون هستن که خیلی وقتا اصلا فرصت فکر کردن به ما رو ندارن. اون وقت هر بار که تو رفتار دیگران رو شخصی میکنی، انگار کنترل حال دلتو میدی دست آدمایی که شاید حتی خبر ندارن تو از رفتارشون ناراحت شدی. پس عزیز دلم، بیا از امروز یه تمرین ساده انجام بده. خیلی ساده است. بیا قبل از اینکه از رفتار کسی دلخورشی 3 تا دلیل دیگه واسش پیدا کن. 3 تا دلیلی که هیچ ربطی به تو نداشته باشه. باور نمی کنی همین تمرین کوچیک چقدر سوء تفاهمات، دلخوریا، استرس‌ها و حتی دعواهای بیهوده رو کم کرده. یه چیز دیگه هم یادت باشه، همه رفتارهای مردم درباره تو نیست. بعضی وقتا فقط بازتاب حال خودشونه. پس قربونت برم، هر بار که کسی سرد بود یا دیر جواب تو داد یا اونطور که انتظار داشتی رفتار نکرد، قبل از اینکه خودتو سرزنش کنی یا ارزش خودتو زیر سوال ببری، یه نفس بکش. به خودت بگو شاید داستانی پشت این رفتار هست که من ازش خبر ندارم. همین جمله میتونه آرامش خیلی از روزهای زندگی تو نجات بده. تو روانشناسی به این اشتباه ذهنی شخصی سازی میگن. یعنی ما بدون شواهد کافی رفتار دیگران رو به خودمون نسبت میدیم. یکی از بهترین راه‌های آروم‌تر زندگی کردن اینه که یاد بگیریم همیشه اولین برداشت ذهنمون رو باور نکنیم. بعضی وقتا مشکل از ما نیست، فقط ذهنمون زود قضاوت کرده. آره،